در پرتو قدرت و کرم تو ای قادر مطلق و ای قدوس یکتا، به درگاهت میاییم و تو را که یگانه خدای محبت و بخشنده هستی می پرستیم و ستایشت می کنیم و از تو استدعا می کنیم که قلب و فکر ما را پاک نما و گناهان ما را ببخش و اعمال دستهایمان را تقدیس کن و مسیر زندگیمان را هموار نما تا در آن پاکی و تقدسی که تو از ما انتظار داری زندگی کرده و عبادتمان طوری باشد که تو از ما انتظار داری. ای قدوس عادل و ای پدر آسمانی، تو را شکر می‌کنیم که ما انسان‌های خاکی را در این کهکشان‌ها به حال خود رها نکرده‌ای، بلکه با فرستادن عیسی مسیح به این عالم نه فقط مسیر ابدیت و قدوسیت و راه حیات را به ما نشان دادی، بلکه به خاطر فداکاری و جانبازی او حیات جاودان را نیز به ما عطا کرده‌ای. سپاس بر تو باد ای قدوس مهربان، سپاس بر تو باد ای خدای محبت و بخشنده و ای پدر فداکار و عزیز. سپاس بر تو باد، سپاس بر تو باد. صدای انجیل تقدیم می کند زندگی حضرت ایوب، اقتباس از 18مین قسمت از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز و تشنگان عدالت، خسته نباشید. فیض و محبت خداوند بر شما باد. ایوب این رادمرد خدا به وسیله حملات اهریمنی و البته با اجازه‌ای که خدا یکتا عطا کرد مورد آماج سخت‌ترین بلاها و ظلم و ستمها و امراض می‌گردد. او که مرد خدا بود، او که پاک و عادل و خدا ترس بود، او که متمول‌ترین مرد مشرق زمین بود، اکنون به بدبخت‌ترین شخص مبدل گردیده و نه فقط انواع امراض او را اسیر کرده بودند و بدنش تماماً چرک کرده و کرم زده بود، بلکه تنها دوستانش نیز با جملات خود او را آماج حمله خود قرار داده و با حرفاشون در حقیقت نمک بر زخم‌های او می‌پاشیدند. در فصل 15 از کتاب ایوب که 18مین قسمت از تورات مقدس است، یکی از دوستانش به نام الیفاز با تشریح کردن موقعیت انسان‌های شریر و عاقبت و نتیجه کار انسان‌های گناهکار به ایوب ثابت می‌کند که خدا خدای عادل است و بی جهت این بلاها را به سر او نفرستاده است، بلکه حالت و بلایایی که نصیبش شده تماماً آشکار کننده یک حقیقت انکار نکردنیه و آن اینه که ایوب مرتکب شرارت بسیار گردیده و آنچه که به سر او آمده در حقیقت ثمره اعمالی است که انجام داده است، یعنی هر چی را کاشته است اکنون می‌درود. به زبان دیگر میگوید تو ای ایوب گناهان مخفی بسیاری انجام دادی که شاید ما نمیدونیم در موردش، ولی خدا که از همه چیز واقفه الان ثمره آن اعمال ناپاک که در خفا انجام دادی به تو داده است. بنابراین ای ایوب تو حق نداری حتی از خدا بپرسی که چرا اجازه داده این بلاها به سرت بیاد، چون به هر حال تقصیر از خود توست. ولا خدای عادل، خدای مهربان هرگز بنده‌ای که پاک و مقدس باشه و گناهی نکرده باشه عذاب نمیده، آن هم عذابی که ای ایوب تو میکشی. الیفاز با جملات و با دلیل و منطق درست خودش ایوب را متهم میکنه و یا نتیجه میگیره که ایوب گناهکاره و ایوب را متهم به گناه میکنه و در حقیقت خود را عادل میشماره. چرا؟ چون خودش در این بلاها گرفتار نشده بود. در حالی که اگرچه دوستان منطق الیفاز کاملا درست بود و آنچه که در مورد صفات خدا صحبت میکرد کاملا حقیقی و درسته، ولی ایوب مرتکب گناهی نشده بود و از همه مهمتر
اشتباه این دوستان این بود که آنها خیال می‌کردند که این خداست که این بلاها را به سر او آورده، در حالی که اینطور نبود. حتی خود ایوب هم خیال می‌کرد که خداوند این بلاها را به سرش آورده و این اشتباه آنها بود، زیرا این شیطان بود که او را آماج حملات خودش قرار داده بود و خدا فقط اجازه داده بود که اینطور بشه تا ایمان ایوب بیش از بیش تقویت بشه و این آزمایش ایمان او را تقدیس ساخته و به خدا یکتا نزدیکتر سازد. خدا ایوب را بی نهایت دوست داشت. ایوب از گفتار الیفاز که انگار نمک بر زخمایی می پاشد بسیار ناراحت میشه. پس در فصل 16 و در حقیقت در پاسخ به دوستش مطالبی رو بیان می‌فرماید که کمک بزرگی است برای ما تا بفهمیم ایوب در وقتی که حالتی که زجر می‌کشید چه احساسات و فکری در سر خود داشت. و دوستان عزیز، همانطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، تجربه حضرت ایوب میتونه درس بسیار مهمی رو در زندگی ما، مخصوصا ما که به خاطر ایمان و یا به خاطر یافتن حقیقت در سختی و مشکلات هستیم، به ما بدهد. از شما دعوت میکنم که اگر تورات مقدس رو در اختیار دارید، آن را به کتاب ایوب که 18مین قسمت از تورات مقدس بگشایید تا با یکدیگر از فصل 16 آیات را مطالعه کنیم. پیام ما را از رادیو صدای انجیل میشنوید. همونطوری که عرض کردم، این آیات پاسخ ایوب به الیفاز است که برای بار دوم با او به جر و بحث پرداخته بود. میگوید: پس ایوب در جواب گفت: بسیار چیزها مثل این شنیدم. تسلی دهندگان مزاحم همه شما هستید. آیا سخنان باطل را انتها نخواهد شد؟ و کیست که تو را به جواب دادن تحریک می کند؟ من نیز مثل شما می توانستم بگویم اگر جان شما در جای جان من می بود و سخنها به ضد شما ترتیب دهم و سر خود را به شما بجنبانم. لیکن شما را به دهان خود تقویت می دادم و تسلی لبهایم غم شما را رفع می نمود. در این آیات حضرت ایوب به الیفاز می گوید که از این حرفایی که تو زدی من بارها این رو شنیدم و برام تکراریه و رک پوسکنده میخوام بهتون بگم که ای عزیزان، شما به جای اینکه غمخوار و دوست من باشید و به جای اینکه مرا تسلی ببخشید، با این حرفایی که میزنید و مرا متهم میکنید، در حقیقت مرا عذاب میدهی و مزاحمت ایجاد میکنید و درد مرا چندین برابر میکنید. شما چه دوستی هستید که به جای راحتی و تسلی من، به جای اینکه با جملاتتون مرا تسلی ببخشید، دارید مرا عذاب میدهید، آن هم با حرفای پوچ و بی‌معنیتون. من گوید شما خیلی رود درازی کردید، فایده و ارزشی نداره که اصلا حتی به شما جوابی بدهم. و سپس میگه شما چون جاتون راحته، چون سلامت هستید، چون همه چیزو دارید، چون غم و غصه مرا ندارید، چون درد مرا ندارید، چون مریض نیستید، خیلی راحت میتونید منو به باد انتقاد بگیرید و مرا محکوم کنید و به اصطلاح به من نصیحت بدید که علت این بلاها چی بوده. ولی اگر من حالتم مثل شما بود، اگر من سالم بودم، آن وقت من هم میتونستم خیلی راحت مثل شما حرف بزنم و دلیل و منطق بیارم. ولی اگر من جای شما بودم و شما جای من بودید، اگر شما در این عذاب و بدبختی بودید و من سالم بودم، مطمئن باشید ای عزیزان که هیچ وقت حرفی نمی زدم که دردتون رو بیشتر کنم. برعکس با حرفایم شما را تسلی و آرامی می بخشیدم و هرگز به ضدتون حرف نمی زدم، غمتون رو زیاد نمی کردم و شما را محکوم نمی کردم و در عوض سر خودم را به حال شما نیز می جنبانیدم و یا با شما احساس همدردی می کردم و با حرفایم روحیه ضعیفتون رو تقویت می نمودم و کاری می کردم که از غم و غصتون کاسته بشه. ولی شما برعکس آن دارید رفتار می کنید. دوستان عزیز، یاران به اصطلاح دلسوز ایوب در اشتباه بودند و نه فقط آن، بلکه حرفای آنها هرگز سبب تسلی ایوب نمی شد. سبب این نمی شد که ایوب آرامی بیابد و از حضورشون لذت ببره. چرا؟ چون حرفای آنان اگرچه از روی عقل کاملا درست و منطقی بود، ولی نتیجه‌ای که از حرفاشون می‌گرفتن کاملا غلط بود و در نتیجه به خاطر نتیجه غلطی که داشتن ایوب رو بی جهت محکوم و مقصر تمام مشکلات می‌دانستند. و این نشان میده ای عزیزان
که این خطرم وجود داره که من و شما نیز در حکم کردن دیگران و یا قضاوت نمودن مرتکب چنین اشتباهی بشویم. چرا؟ چون هرچند ممکنه خیلی از حقایق ها را بدانیم، ولی بعضی از حقایق برامون آشکار نباشه و در نتیجه آن ثمره‌ای که بایستی بگیریم در اختیار نداریم. حضرت پولس در رساله خود به ما مسیحیان میگوید: ای برادران عزیز، اگر کسی به خطایی گرفتار شود یا کسی اسیر گناه شد یا مرتکب عمل زشتی گردید، فوراً او را به باد حمله و انتقاد نگیرید، بلکه شما که روحانی هستید، شما که پاک هستید، شما که مرتکب اشتباه نشده اید، شما چنین شخص را به روح تواضع اصلاح کنید و خودتون را هم ملاحظه کنید که مبادا شما نیز در تجربه افتید، مبادا شما نیز گناه بکنید. و بعد میگوید در عوض بارهای سنگین یکدیگر را متحمل شوید. مقصود اینه کسی که درد و رنج داره، کسی که در سختیه، کسی که ظلم و ستم دیده، کسی که در زندگیش به خاطر گناه غم بزرگی داره و یا کسی که درد و رنج داره میکشه، اون چنین شخصی در آن لحظه احتیاجی به محکومیت نداره، بلکه احتیاج به کمک داره. نباید چنین شخصی رو محکوم کنیم و عیب‌های او را آشکار سازیم و در حقیقت نمک به زخم‌های روح شکسته او روا داریم. میگوید چنین شخصی نیازمند کمک و تسلی است و ما باید او را یاری بدهیم. میگوید فراموش نکنید که همه ما انسان‌ها نسبت به خدا گناه کرده ایم و اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او امین و عادل است تا ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. دوستان عزیز، این آیه امیدی است برای ما انسان‌هایی که نخواسته مرتکب گناه می‌شویم و یا کسانی که از گناهان توبه کردن، پشیمان شدن، با این حال شیطان آنها رو به زمین میزنه و مجبور میکنه که گناه کنن. ولی اگر به گناهان خودمون اعتراف کنیم و از گناه نفرت داشته باشیم، او یعنی عیسی مسیح زنده امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. آنانی که به وسیله بخشش و عنایات خداوند مورد عفو قرار گرفتند، یعنی ما مسیحیان، باید همیشه به خاطر داشته باشیم که ما نیز زمانی با دیگران هیچ فرقی نداشتیم و اینکه ما گناهکارانی هستیم که مورد بخشش خدا واقع شدیم، نه به خاطر اینکه لیاقت آن را داشتیم، خیر، بلکه ما چیزی در خود نداشتیم که مورد لطف خدا واقع شویم. این فیض خدا بوده که ما را بخشیده و امروز فیض خدا برای همه کسانی که به سویش روی بیاورند اهدا می شود. محکوم کردن کار ما نیست، اما کمک کردن و مساعدت گناهکاران وظیفه ماست. این است تعلیم خدا. ایوب به دوستانش میگه که من نیازی ندارم که شما دردها و عیبها و مرض مرا به من آشکار کنید. دلیل این که من صحبت میکنم اینه که فرقی به حال شما ندارد و در حالت خودم هم تغییری نمیبخشه. از آیه 6 الی 12 دنباله گفتارش اینطور میگه که اگر من سخن گویم غم من رفع نمیگردد و اگر ساکت شوم مرا چه حاصل است؟ لیکن الان او مرا خسته نموده است. تو تمامی جماعت مرا ویران ساختی، مرا سخت گرفتی و این بر من شاهد شده است و لاغری من به ضد من برخاسته، رو بر رویم شهادت میدهد، در غضب خود مرا دریده و بر من جفا نموده است. دندانهایش را بر من افشرده و مثل دشمنم چشمان خود را بر من تیز کرده است. دهان خود را بر من گشودند و بر رخسار من با استغاره زدند. به ضد من با هم اجتماع نمودند. خدا مرا به دست ظالمان تسلیم نموده و مرا به دست شریران افکنده است. چون در راحت بودم مرا پاره پاره کرده و گردن مرا گرفته خورد کرده و مرا برای هدف خود نصب نموده است. تیرهایش مرا احاطه کرده، مرا زخم بر زخم مجروح می سازد و مثل جبار بر من حمله می آورد. بر پوست خود پلاس دوختم و شاخ خود را خاک خار نمودم. روی من از گریستن سرخ شده است و بر مژگانم سایه موت است. در این آیات حضرت ایوب اعتراف می کند که این خداست او را به چین حالت و موقعیت بدی در آورده است.
که یا خدا اجازه داده است که این بلاها به سرش بیاد. میگه خدا مرا مثل یک شکار که به دست شکارچی افتاده باشد پاره پاره کرده. ایوب مرگ را در برابر چشمان خود میدید و هر لحظه هم به مرگ نزدیکتر میشد. آرزوی آن را داشت ولی نمیدانست که چرا خدا جان او را از او نمیگیرد، اما اجازه میدهد که در این سختی ها و جفاها زجر بکشه و دائما بلا و بدبختی به سرش بیاد. او در خاک و خاکستر میلولید تا از زخمها و دملهای بدنش که کرم در آن بود آرامی داشته باشه. او آنقدر گریه کرده بود و از خدا التماس نموده بود که میگوید روی من از گریستن سرخ شده و مرگ بر من سایه انداخته است. ایوب از آن جهت درد بیشتری رو میکشید که نمیدانست چرا باید این آزمایش ها را تحمل کند. و آیات 17 الی 22 این حقیقت را بر ما آشکار میکند که تمنا میکنم به این آیات توجه فرمایید، زیرا میدانم این آیات سخن دل بسیاری از شما عزیزان میباشد، مخصوصا وقتی که در مشکل و جفایی قرار گرفته باشید و میدونید که این ناجوان مردانه بر شما عارض شده است. ایوب میگوید اگرچه هیچ بی انصافی در دست من نیست و اگرچه دعای من پاک است، ای زمین خون مرا مپوشان و استغاثه مرا آرام نباشد. اینک الان نیز شاهد من در آسمان است و گواه من در اعلی علین. دوستانم مرا استهزا میکنند، لیکن چشمانم نزد خداوند اشک میریزند. و آیا برای انسان نزد خدا مهاجم میکند مثل بنی آدم که بر همسایه خود مینماید؟ زیرا سالهای اندک سپری میشود، پس به راهی که برنمیگردم خواهم رفت. خواهم رفت. ایوب در این آیات شروع به دفاع کردن از خودش میکنه و در حقیقت نه فقط دوستانش بلکه خدا را هم مورد سوال قرار میده که خدا این همه بلاها را بی جهت به سر من آورده. ببینید دوستان عزیز، ایوب نیز همان اشتباهی را میکنه که دوستانش کرد و آن اینه که خدا را متهم میکنه که این بلاها را به سرش آورده، در حالی که اشتباه ایوب این بود که نمیدونست خدا نیست که این بلاها را به سرش آورده. و بعد در آیه آخر میگه که چه میشه کرد؟ آدم که نمیتونه با خدا به جر و بحث بپردازه. و در واقع با این جمله ایوب خود رو تبرئه میکنه. این حالت ایوب غالبا در زندگی ما نیز آشکار میشه. چرا؟ چون ما معمولا نمیتونیم گناهان خودمون رو ببینیم، عیب و اشکالات خودمون رو ببینیم و همیشه میتونیم خیلی راحت بدبختیامون رو به سر مردم دیگه بریزیم. کلام خدا میگوید هر وقت که اینطور فکر بکنیم در اشتباهیم. حضرت یوحنا این موضوع رو به نحو بسیار زیبایی برای ما بازگو کرده. میگه اگر گوییم که گناه نداریم خود را گمراه میکنیم و راستی در ما نیست. اما اگر به گناهان خودمون اعتراف کنیم، او یعنی عیسی مسیح امین و عادل است تا گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر ناراستی پاک سازد. و بعد میفرماید اگر گوییم گناه نکرده ایم، او را یعنی خدا را دروغگو میشماریم و کلام او در ما نیست. حقیقت اینه که هیچ کدوم از ما نمیتونیم ادعا کنیم که کاملا بیگناه هستیم. مطلب دیگر این که ایوب نه فقط میگه بیگناه هستم، بلکه میگه دعای من پاک است. و خیلی از ما هم چنین ادعاهایی کرده و میکنیم. ولی دوستان، چه بسا دعایی که ما ظاهرا از روی نیت پاک به درگاه خدا میکنیم آغشته به گناه باشد. متاسفانه اشتباه ما انسان‌ها اینه که همیشه خود را با معیار انسانی میسنجیم. اعمالمون رو، افکارمون رو، کارهامون رو با معیار انسانی میسنجیم و نه با معیاری که خدا از ما میخواهد. در فصل 17 ایوب ناله خود را به درگاه خدا میآورد و درد دل خود را بیان کرده و میگوید ای خدا، روح من تلف شده و روزهایم تمام گردیده و قبر برای من حاضر است. مقصود ایوب از این آیه اینه که نه فقط از زندگی خسته و بیزار شده، بلکه میدونه که خیلی زود این جهان را ترک میکنه و خواهد مرد. ایوب حتی در لحظه‌ای که با مرگ روبرو بود در عذاب بود، نه فقط به خاطر درد و رنج جسمی بلکه به خاطر این دوستان ظاهریش. این موضوع رو در آیه 2 خود ایوب بازگو میکند. میگوید به درستی که استهزا کنندگان نزد منند و چشم من در منازعت ایشان دائما میماند. اینها همان کسانی بودند که اول از فرط دوستی و علاقه‌ای که به ایوب داشتند 1 هفته تمام
برای خود ایوب ماتم گرفتند و با این عمل ابراز همدردی و رفاقت خود را ثابت کرده بودند. اما حالا که می‌بینند ایوب دیگر رفتنیه و به آنها چیزی نخواهد رسید، او را به باد انتقاد گرفته و حتی در آخرین لحظات مرگش او را مسخره و محکوم به گناه می‌کنند. برای همینه که ایوب رو به خدا کرده و از خدا تمنای کمک می‌کنه که خدایا چرا دل این افراد را از حکمت و فهم خودت محروم ساخته ای؟ به طوری که در آیات می‌خوانیم چون که دل ایشان را ای خدا از حکمت منع کرده ای، بنابراین ایشان را بلند نخواهی ساخت. کسی که دوستان خود را به تاراج تسلیم کند، چشمان فرزندانش تار خواهد شد. ای خدا، تو مرا نزد امتها مثل ساخته ای و مثل کسی که بر رویش آب دهان انداختند آنطور شدم. چشمانم از غصه کاهیده شده و تمامی اعضای بدنم مثل سایه گردیده است. راستان به سبب این حیرانند و صالحان خیشتن را بر ریاکاران برمی‌انگیزانند. لیکن مرد عادل به طریق خود متمسک می شود و کسی که دست پاک دارد در قوت ترقی خواهد کرد. اما همه شما برگشته الان بیایید و در میان شما حکیمی نخواهم یافت. روزهای من گذشته و قصه های من و فکرهای دلم منقطع شده است. شب را به روز تبدیل می کنند و با وجود تاریکی می گویند روشنایی نزدیک است. وقتی که امید دارم حاویه خانه من می باشد و بستر خود را در تاریکی می گسترانم و به هلاکت می گویم تو پدر من هستی و به کرم که تو مادر من هستی. پس امید من کجاست و کیست که امید مرا خواهد دید تا بندهای حاویه فرو می رود هنگامی که با هم در خاک نزول نماییم. ای عزیزان، در این آیات ابتدا ایوب درباره حالت و موقعیت تأسف آور خود سخن میگه و سپس با بیان جملاتی که بسیار عمیق هستند ناامیدی خود را آشکار میکند. او آرزوی مرگ را برای خودش داره. او میگه خدایا تو مرا آنقدر حقیر کرده ای، آنقدر جفا و بدبختی و ظلم بر سرم آورده ای که ضرب المثل برای همه مردم عالم شدم. مقصود ایوب ضرب المثل صبور بودنش نیست، بلکه مقصودش اینه که همه میگن ببین که ایوب چقدر شریر بوده که خدا او را اینقدر عذاب داده و خفت کشیده و هر کسی که گناه کنه عاقبتش مثل ایوب میشه. میگه همه طوری به من نگاه میکنن که خیال میکنن آب دهن انداختن به چهره‌ام لیاقت منه. در نزد مردم مکروه و خوار شدم. آنان که پاک دل هستند حیران شدن که ای خدا چرا شخص عادلی مثل مرا به این روزگار نشانیده. و از آیه 10 ایوب رو به سه دوستش که با حکمت و دلیل و منطق او را محکوم به گناه کردن کرده بودند میگوید اگر همه شما عقلتون را هم روی هم بگذارید باز هم با آن اندازه عاقل نخواهید بود که بتوانید به من ثابت کنید که چرا خدا مرا به این روزگار درآورده است، یا آنکه من میتونم از خودم در برابر دلایل و برهانی که شما میآورید تبرئه سازم، زیرا من گناهی نکردم. و از آیه 11 ناامیدی ایوب را میبینیم که هیچ نوری، هیچ امیدی در زندگیش نمیدید. حالتی که چه بسا بسیاری از ماها با آن در زندگیمان روبرو بودیم و یا هستیم. میفرماید عمر من به پایان رسیده، همه هدف و امیدهایم نابود شده. اگرچه یاران با حرفهایشان به من میگویند امیدوار باش، ولی میدانم که هیچ امیدی نیست، چون هر بار که امیدوار شدم انگار در آتش جهنم افتادم و عذابم بیشتر شده. انگار که مرگ مرا زاییده و اسیر خود ساخته تا همیشه در کرم بلولم. برای کسی که بدنش کرم زده چگونه امیدی وجود دارد؟ هیچ امیدی نیست و کسی هم نمیتواند به من امید بدهد. پس انتظار مرگ را میکشم تا به وسیله مرگ راحت شوم و آرامی خود را بازیابم. دوستان، این سخن دل ایوب است. ایوب از خدا طلب مرگ میکنه تا از درد کشیدن، از زجر کشیدن راحت بشه. او میگوید مرگ و نابودی به او نزدیکتر و عزیزتر هستند تا پدر و مادرش. به راستی که روزهای ایوب در تاریکی و ناامیدی مطلق بود.
درد و عذابی که ایوب میکشید، حالت و موقعیتی که او داشت، هیچ انسان دیگری نداشت. با این حال کلام خدا به ما نشان میده که ایوب اگرچه از خدا سوالهای بسیاری داشت، ولی این سوالها سبب نشد که ایمانش را نسبت به خدا از دست بدهد. درست از خدا آرزوی مرگ میکرد، درست که از خدا سوالها میکرد که خدایا چرا این چیزها را بر من آوردی، ولی دوست من کتاب میگوید که او ایمانش را هرگز نسبت به خدا از دست نداد. شیطان سخت‌ترین حملات را بر ایوب کرده بود. او را به بدترین وجهی حقیر ساخته بود، محکوم کرده بود. از نظر دنیا او محکوم شده به فنا بود. با این حال ایمان خود را نسبت به خداوند از دست نداد. هیچ نوری، امیدی در زندگی نمیدید که بگه لااقل خداوند از این طریق ممکنه او را کمک کند، چون که خداوند حتی به دعاهاش در این مدت جواب نداده بود. با این حال اجازه نداد که شیطان او را تسلیم خود کند و در ایمانش خلایی وارد آورد و شک و تردید به وجود بیاره. دوست من، وقتی شما با مشکلات در زندگی روبرو هستید، چه عکس العملی نشون میدهید؟ آیا مگر نه اینکه شیطان اولین کاری که میکنه سعی میکنه شما را متوجه خدا کنه و مقصر اصلی رو، یعنی خدا را به شما معرفی کنه که مقصر خداست، بگه که این خداست که این بلاها به سرتون آورده و خودتون رو فوراً تبرئه میکنه. واقعیت اینه که خداوند شما را خیلی دوست داره. بارها و بارها شما را از بدبختی ها حفظ کرده، از مرگ، از بلا حفظ کرده. چرا؟ چون دوستتون داره. مطمئن باشید که خداوند از شما حفاظت میکند. پس نگذارید که جفا، سختی ها و مشکلات در ایمان شما نسبت به منجی زنده خلالی به وجود آورد. آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201 616 920 1791. تکرار می کنم، 201 616 920 1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمیگردد. آمین.